با درود بر شما دوستان عزیز، فرشته هستم، فرشته گیلکی، و صدای این ویدیو یه جوری از بین رفت و مجبورم که الان روی ویدیو صحبت کنم. راستشو بخواین دلم هوس کتلت کرده بود، یه مدتی هم بود که از کتلت چیزی نشنیده بودیم، برای همین تصمیم گرفتم که کتلت که درست میکنم از خودم فیلم برداری کنم. همجور که میبینید دستکش دستم هست به دو دلیل. دلیل اول این که یه مقداری وسواسی هستم و نمیتونم فقط با دست کار کنم، بنابراین دستکش دستم میکنم. و دلیل دوم این هستش که شاید تا الان نمیدونستید و شاید هم میدونستید انگشتان من در زندان اوین توسط وحشیان شکسته شد و انگشتای من مانند شما سافت و زیبا نیستند، بنابراین خجالت میکشم و دستکش دستم میکنم. بیشتر وقتا هم در فیلم ها و در ویدیوهایی که درست میکنم دیدید که دستکش دستم کردم. این دلیلش هست. راستش رو بخواید وقتش هست که شما هم بدونید. خب میرسیم به محتوای این کتلت که از پیاز استفاده کردم. پیاز دیگه ای هم نداشتم، مجبورم همون پیازی رو که داشتم استفاده کنم که البته نصفش رو بیشتر استفاده نکردم. محتویات دیگه سیب زمینی بود که بوس کندم و پیاز بود و دیگر آرد نخودچی و به جای گوشت، چون گوشت استفاده نمی کنم، نخود فرنگی در داخلش ریختم و محتویات داخل که همون نمک و فلفل و یه مقداری کمی دارچین و یه مقداری کمی هل پودر شدهش البته و یه مقداری کمی هم از بلک سیدز، نمیدونم به فارسیش دونه های سیاه رنگ هست. اون گربرم که میبینید اون زیبا خانوم هست که در اون بسکت خوابیده، که البته عکسش رو گذاشتم. اینم زیبا خانوم، اینم محتویات کتلت بنده که همه رو با هم قاطی کردم و خوب با هم مخلوط میکنیم که بتونیم یه کتلت خوشمزه ازش در بیاریم. همونجور که گفتم خب خیلی وقت بود از کتلت و اینا چیز نشنیده بودیم تو توییتر و چه میدونم سوشال میدیا، بنابراین تصمیم گرفتم درست کنم. اینم از کتلت ما به این زیبایی که چطورم جلز و ولز داره میکنه مثل بعضیا، و این جلز و ولز ها طلایی رنگش میکنه و خوشمزش میکنه و برشتش میکنه. و اینم محتویات دیگر. و بعد از اینکه جلز و ولز کرده و خوب پخته شده از دو طرف و در یک سینی زیبا با انواع تزیینات، حالا هرچی که داریم، تربچه و نون معمولی یا هر نون دیگه که دارید و خیار و گوجه فرنگی. و اینم سینی ما. بفرمایید نهار.